دوستا ما میخوایم این قسمت دیوار بگیرم، یک موتر خشت پایین کردیم و خشت این دیوار را ببینیم. یعنی از پکیج، از بس که پکیج زیاد آمده میخوایم بیخی یک دیوار جور کنم. ما 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 بیاین یک شواز کنیم که چی است، باز دیگاش میبینیم. اوف کی چی تصویر میگیره. خوش به حال کسی که در ویدیوهای خود از این استفاده میکنه، چیزی که در بین این کارتن است. بیاین که ببینیم. فوق العاده یک دی جی آی مخصوص موبایل، خیلی کارکردش عالی است. اینقدر نرم فیلم برداری میکنه، 4 دو طرف چرخش داره، پایین بالا. یعنی ایره که در یک فیلم برداری میکنی فکر میکنی فیلم های هالیوود ثبت میکنی، فیلم های بالیوود ثبت میکنی. واقعاش از مخو خیلی کارکرد از این خوشم آمد. سعی کنین که چقدر نرم و آهسته حرکت میکنه. تو نیست که جتکبت شو تیز حرکت کنه. سعی کن مخصوصا لوکیشن هایی که همه تو یک دره و سرسبز و زیبایی ها باشه. به به سعی که حرکته که از فیلم گرفتن خوشت بیایه. اگه در یگان عروسی ها میرین شاه و عروس فیلم برداری میکنین، سعی که چی اگر حرکتی داره، حرکت چرخشی هم داره. پس یعنی بسیار یک چیز که خوبیش است. این چیز نمیخواد فقط در بلوتوت وصل میشه، خلاص چارج میشه و یک دی جی آی فوق العاده عالی. اگه میخواین که از یک دانه داشته باشین، این لینک نارنجی را کلیک کنین، این کراچیگه سر از کلیک کنین، این لینکش است، یک دانه آردر بتین، ویدیوها و تصاویرتان به قسم رویاهای خود فیلم برداری کنین. امیال ارزان شده دیگه. کسایی که از ویدیو و چیزا استفاده میکنه باز ارزش از این میفهمه. اینجا لینکش است، یک دانه آردر بتین، خیلی یک چیز عالی است.